و همراهان گرامی دارم صحبت میکنم. چقدر مستم من. چی شد؟ اینطوری کنم یعنی سوزه. برعکس خفن یوتیوب سلام، چطورید آقا؟ بابا وایسا دارم سلام میکنم، تو 2 دقیقه نمیتونی صبر بکنی؟ یا شاش داری یا دوستان عزیز، همراهان گرامی همیشگی، بی حرف پس و پیش یه سری ماشین رها شده خفن میخوام نشونتون بدم. خودم باور نمیکنم این ماشینا رو دارم الان جلو میبینم. بگو که من تو رو آوردم اینجا. الان خودت گفتی دیگه. قد شناس باش، کوفیوز نباش. توی همه ویدیو انقدر که تو هستی من نیستم. قد شناسی دیگه باید چیکار بکنم واسط؟ میخوای تاج بذارم رو سرت، داشاقم بدم دستت بری بشین رو تخت؟ داشاق؟ نه اون بیلهه که اینطوری یارو میگیره دستش میشینه. بیا بیا دوستان عزیز، آودی آر8 اینا عزیزم دیگه آر بشی زده R8. بله. پشمو. این میدونی مال کیه؟ مال کیه؟ یکی بود فیلمای خارجی میزنن آمریکایی. چی به نظرت بازه؟ خدایا چجوری میخوای بازش؟ میشه باز باشی تو رو خدا؟ چی سوق دارم میخوام پیشو نشونه. وای خدا. باورم نمیشه در ماشین بازه. یه لامپ روشن. آخ الان فکر کن صاحبش بیاد یه دفعه بالا سرمون. دندش دست نه. اتوماته. چه فایده؟ 2 تا صندلی R8 10 سیلنده، هیچی نگو، موتور لامبورگینی روشه. ایه بابا سرعت 640 تا. ولی هیچی آپشن اینا نداره. نگاه چقدر حاجی ساده. ماشین سرعتیه تو میگی آپشن؟ بعد چیزشو نگاه کنی سویت جا سویچش؟ آره قدیمی R8 قدیمیه دیگه. چرا زوم؟ زوم نداره روی مدل چیز. سویچ میخوره ماشین. آره. ولی همه چیش نوعه. در ماشین رو باز کردیم اصلا بون نوعی میده. ولی چقدر ذوق کردم خدایی. خیلی از اون ورم بریم نشون بدیم. یه رخ جلو بگیر. هنوز ببین سفینه است لامصب. گربه اینقدر رفته روش آدم نمیبره. اینجا رو نگاه برشتن، اینجا رو پاک کردن که داخلشو ببینن. بخوان مثل ما پررو نیستن. یه دور دیگه نه. چشم. الان فکر کن صاحبش بیاد اینو اون چه گویی داری میخوای کاش؟ یه سری نواقص هم اینجاها داره ولی خب بابا ماشین R8 تو نواقص هم. برو بریم ماشین بعدی. ماشین بعدی این خیلی خوشگله. یا موسبن جعفر. این چیه؟ بنتلیه؟ بله عزیزم، بنتلی اسپورت 12 سیلندر. ولی این داره اینجا چراغ قرمز میزنه. این قفله. این دست بزنیم احتمال اینکه دزدگیرم بزنه هست. این بنتلی هاجی دهن ما رو سرویس میکنه. یه هایی میدیدی هم به پلیس زنگ میزنه. آره این ماشینا هوشمندن. بله اکثرا به خاطر کمبود قطع این ماشینا اینجا میمونن و ما الان جلوی نمایندگی بنز و بی ام و رنج روور و آر چیه؟ رولز رویز. نمیدونم، خیلی ماشین سختیه. میگن شبیه رولز رویسه ولی تلفظش فرق داره ظاهرا. با بنز و یه دونه فولکس واگن ببریم اونم بگیرم. لوگوها رو اگر که انقدر نور زیاده متاسف. بعد بریم ببینیم اوستا چی شکار کرد. این جیپه چقدر زشته. از این ماشینایی که چیز داره، 3 شاخه داره. ولی موتورش بازه عزیزم. از اینجا میتونیم بفهمیم. آلبالویه. مزرعت. من واقعا نظر خاصی ندارم. یه گوشه شد، اینو یه گوشه شو بده بالا ببینیم چه خبره. بده بالا دیگه. یه پارچه دادیم بالا، کار بدی نکردیم که. توی ماشین رفتیم دیدیم. چیز خاصی هم نیستش. این پورشه زشته. حاجی این میدونی مال کدومه؟ بنفش صدفیه جان. میدونی مال کدوم
اصلا انیمیشنه ها کارز یادته؟ آره اسمش چیه اون؟ دختره مکوین. تتو داشت آفرین. نه یادم نیستش نمیدونم راجع به کدوم صحبت میکنم و دوستان عزیز این نصفش نیست دیگه چه فرقی داره چیه بی تربیت یه دونه از این خورده ولکس واگن ها یه دونه پرشه کاین کفخواب تا ناموس رفته تو زمین ماشین یه انقدر اینجا مونده برگه زدن روش کاین اس هم هست برای اینکه بخوام نشونتون بدم چقدر ماشین کفخوابه بذارین دوربینو بچرخونم نگاه بکنید تا کمر منه ماشین قشنگ نگاه تا کجا اومده پایین اوه فرو رفته تو زمین انقدر مونده اینجا رو نگاه کنید لاستیکش دیگه رفته تو زمین بذاریم در این بازه این که قطعا باتری نداره اینم بازه چرا باز میکنی تو؟ بابا به تو چه میخوام توش نشون بدم بدم چراغ دستته؟ تو ماشین گذاشته ماشین در حد تر و تمیز همه چی سالم برو بریم ماشین بعدی برند آلمانی که عاشقشی چیه؟ نه برند آبی داره؟ آلمانی که عاشقشی فولکس خودت عاشق چی هستی؟ فولکس. فولکس که پشت سرته فولکس پشت سر دیدم خب نه اون چیزی که میخوای بشنوی من نمیگم بنز بگیر عاشقش نیستی؟ بنز آلمانیه؟ من فکر میکنم آمریکاییه اصلا تو ویل فیلم نمیگیری ولی میشه. آشپک که برای مشکاسته این ماشین هم ترکیده دیگه بابا استفاده نکنید استفاده میکنید پوستشون بیا مدل چنده این؟ پوستشون اندازه مدل تو چنده؟ خیابون 10-12 10-12 بیا اینجا بریم بریم ببینیم اوستای قصه‌مون بیا اینجا چرت و پرت داره نگو. چی نشونمون میده اوستا یه دونه رنجاور یه دونه هم این کفشو بیا خانمه این طرف بگیر. خب بیادبی من اون روز از اینا تو خیابون دیدم خیلی خوشم این اومد مدل چنده؟ نمیدونم متروک است 17-18 حداقل حالا چه داری مدل 12. میزنی؟ چرت و پرت نگو چته؟ ببین باز خود چته؟ آخ دست بزن الان دزگیرش بزنه من در برم برو دست بزن دیگه نوشتن تیوی هم میفروشی درشو ولی من وا میکنم خدایی میشه باز باشی تو نشون بدیم نه نمیشه ظاهر امروز وقتش نیست که خیلی ماشینا رو اسکیپ کردیم اوه یه نور بنده اینجا ای وای کاربون فایبر فربون کایبر ظاهرا من اشتباه گفتم نه من دارم اشتباه میگم تو چته آخ دوستان عزیز شما اینجا رو داشته باشید به ماشین رو بگیر چقدر خوشگله چقدر این ماشین زیباه نه همشون به خاطر کمبود قطعه اومدن اینجا خوابیدن قطعه و اورجینال میخواد دادا یه ماشینش گرونه قطعه اورجینال تجاری نمیشه بندازن من و تو هم بابا باید برومون بیاری از من یه جو جلو بچه ها بگی متوجه بشم و قطع تجاری من میندازین این بینیمدار تا الان تو عمرم ندیدم این چیه دی؟ چقدر 89 داره پلاکش بچه ها موز موز چیه؟ سوپرا BMW سوپرا سوپرا MK5 دیگه کلا همینه رتور آره شاسیشو همین حتی داخلیش هم همون این ماشین خیلی زیبا بود ولی متروکه نیست داداش این تازه آورده داداش دوست داشتم نشون بدم بچه چقدر آپشن داره اون قسمت برای جاده و کالیبرش ای وای مادر فقط همون قسمت هیل شیفترش وای برو بریم بابا یه دقیقه وایستا بذار کارمو بکنم یه کاری بکنیم نه تعمیرگاهشون هم بریم داخل ببینیم چی داره
این تو از ایناست، جایزه چیز بکنی با این چنگک ها هست، از اون ور میگیری میاری بالا میندازی این تو، از زیر ماشین تحویل میدی. این بدبخت ها اومدیم پشت در نمایندگی بنز بیان. عمو یه آدامس میشه بخری عمو. بابا نکن الان یه کارگری چیزی باشه اون پشت میاد میگه این دوتا چیزا لامایی مگه شما. به به بچه‌های عزیز، موز دوستان عزیز، یه موز خیلی بلند، موز خیلی بلند زشت زیریخ. میریم سراغ مرحله بعدی، همراهمون باشید، دوستتون داریم زیاد. خب بسیار عالی، انقدر بسیار عالی. ماشین چیه؟ جگوار. به به، داخلش از این گوشه یه ریزی من نشون بدم، خبری نیست، خیلی هم چیزی معلوم نیست. چی شو؟ 12 سیلندر این ماشین. آره البته جگوار اما اول خیلی مصرفش هم بالا بود، ولی این مدلش من اصلا تا حالا ندیده بودم به نظرم. آره بابا خیلی اینقدر سی وجب کاپوت ماشینه. تو بغل دست ماشین وایسا، چقدر بلنده. خب حالا وایسادی وجب داری میکنی واسه من؟ 8.5 همش اونقدری هم بلند نبود خوب که فکر میکنی. بسیار عالی دوستان عزیز. یه دونه BMW X5 اینا ضرب در 6 داریم که اوکی مشکلی نیست. آخ این ببین، من تنها مدل BMW این و یکی دیگه مدل بالاتر از این، تنها مدلاییه که واقعا دوستشون دارم، چون E46 و E36. آفرین. ببین سری ای الان متوجه شدم دوست دارم، تمامش هم به خاطر اون هشدار برای کبرا 11 کوفتیه. برای چی؟ هشدار برای کبرا 11. بچه بودیم سمیر و اون یا رفیقش همش عوض می‌شدن، یا پسر قد کوتاه. سن تو قد نمیده البته، تا هنوز گوشی رنت. خب دوستان عزیز این طرف یه دونه BMW دیگه داریم، قرمز رد مشکیدار. اوستا داره نزدیک میشه، فاصله میگیریم یه ذره ازش که یه وقت ظاهرا کیت ام هم هست. این چیه؟ مدل 630 ه؟ این M6 فکر کنم احتمالاً. آره نمیدونم، چشاش از هم دیگه دوره. آره یه دونه اینفینیتی Q50 این طرف یا 640. آها از تو دیگه زیاد دوره این چیزا دقت کن. آره بابا چیه BMW نیا کن. آقا من یه سوال از شما دارم، ماشینی که خوب باشه چرا باید انقدر توی تعمیرگاه لنگش بالا باشه؟ خب یه چیزی من الان بهت میگم، مناسب هوای گرم نیست دیگه برادر من، چرا قبول نمی‌کنی؟ خب اینو که همه قبول دارن، هر ماشینی تو این هوای ناشی که اصلا دووم نمیاره به دوستی اونجا. خب ببین اینجا تعمیرگاه‌های مخصوص BMW هست که تو الان اومدی جلوشون داری فیلم میگیری. اگه دوست داری بریم جلو تعمیرگاه‌های مخصوص بنز، اونجا هم فیلم میگیری. داداش من اینطوری نیستم من بگم فقط بنز یا فقط BMW. من میگم BMW رو باید انداخت سلاشال، به درد نمیخوره. نمیگم بنز خیلی خفن. این ماشین کوچولوها. شما دقت کنین اینجا رو. بیا بذار بشماریم اینجا 1 2 3 4 5 6 7 توی همین محدوده کوچیک 8 تا. توی همین محدوده کوچیک 9 تا یکی این طرف. اینا رو شمردم. آره. پوستریش هم شمردی. 8 تا بله عزیزم بله. تو همین محدوده کوچیک به این فاصله کم شما نگاه بکنین این همه BMW همینطوری ریخته. خب این نشون میده که چی؟ BMW برای هوای گرم حرف بد نمیخوام بزنم. برای هوای گرم ساخته نشده. عین دوج، عین فورد، اینا ماشینای اروپاییه. داداش ماشین آمریکایی برای گرمای خیلی زیاد نیست، استهلاکش اینجا خیلی بالاه. حاجی یه چیزی اگه اینجا باشه خیلی خفن میشه. بذار بریم.
SRT10 که میدونی چیه؟ یه دو جرم SRT10 اینجا بود، یک نمونه از 51. 51 دونه بود یعنی ازش؟ 51 دونه تو جهانه. 50 تای دیگه‌اش کجا؟ دیگه نمیدونم، یکی اینجا بود. من باید بدونم. ماشاءالله گاراژی هم هست. آره شما دقت بکنین 50 تا به نظر من نه، ولی حداقل 20 تا جا میشه. برداشته. بیا این کوچه هم یه چند تا ماشین هست. میدونی از کجا فهمیدم؟ زرنگی نه؟ نه این مغازه میکسیکانوه. جدی؟ این آره میکسیکانو همه جا هست داداش. این مال کیه این تویوتا؟ عجیبه اینجاست. من اولین باره توی خرابی میبینم. چه خبره؟ تو خرابه اولین باره. امکان نداره اصلا همچین چیزی. شاید درست تعمیرش نکردن. احتمالاً که دست ناشی بوده و چیز کرده، یعنی ماسمالش کرده ماشین. اونور دیگه خبری نیست. نریم دیگه همه چی تمام. دوستان عزیز و همراهان گرامی دارم صحبت وای وای چقدر مستم من. چی شد؟ داشتی دستم سوخته. اینطوری کنم یعنی سوزی. باشم. دوستان عزیز همراهان گرامی، این محدوده ماشین دیگه ای وجود نداره. میریم برای چند تا موتور که البته رها شده هم نیستن، فقط میخوایم که نشونشون بدیم ذوقشو داشتش که ویدیو بگیریم ازشون. ایشالله که بده یه دونه بی ام و آری چیزی هم بریم یه دوری بزنیم، یه چرخ‌بازی بکنیم، صفا کنیم واسه خودمون. همراهمون باشید، دوستتون دارم زیاد. نیسان اکسترا اولین ماشینی هستش که اینجا مشاهده میکنیم. دوست دارم داخلش رو نشونتون بدم اگر باز بود. میشه لطفاً باز باشی؟ آی خدا خیرت بده. ترکیده البته ماشین. صندوقش هم باز مونده. این طرف یه دونه اینفینیتی داریم. از این ماشین البته زیاد بود. یه دونه جی ام سی و اینا ماشین پلیس آمریکا مرکوری، نمیدونم چه ماشینیه. این چراغا که گرفتیم دستمون یه ذره جلب توجه میکنه، وگرنه ما از این ویدیوها زیاد گرفتیم اینجا. اون ماشینه که اصلا مشخص نیست چیه، بعد جور ترکیده. این که هنوز جور یا ابوالفضل پام رفت توی یه چیز نرم که روش صفر بود. امیدوارم چیز بدی نبوده باشه. ببار اینم خب بچه‌های عزیز چیز بدی بود. به نظرت این چیه؟ دستساز آجی. از کجا بفهمی دستسازه؟ از کجا بفهمی دیگه؟ تابلوه دیگه. ریده با این دست. آجی ریده ولی یه چیزی ساخته واسه. اینجا بتونه کرده. کار زهرا 3 ساله از تهرانه. دوست داری یا چیزای بلند دوست داری کلا؟ کجاست اگزوز؟ واو لافراری لافراری. راستی دوستان عزیز این بار اوله که ما با اوستا اومدیم اینجا. اونو نگیر تو چش بچه‌ها لطفاً. آره نه بار دومه. اولین بار رفتیم اون طرف. یادتین ماشینا رو وا می‌کردم. راست میگی. رفتیم تو اون چیز پیش مکسیکانو. این طرف یه جیپ بالمگسیه که البته این استفاده میشه. این ورم یه چند تا خورده ماشین هست. از این ور بریم. چی شد عزیزم؟ مرکز لیزه. آره دیگه. نمیدونستی؟ ماشین دستسازه. از کجا بدونم؟ منم همین الان فهمیدم. خودم بردارم. اینجا راه داره. یه دونه کیا توسان که ببین باور کنین توسانه رو. خب این هنوزم توی ایران ماشین لاکچری حساب میشه. داداش من همه ماشینا بدبختانه توی ایران همشون لاکچری حساب میشه. خدایی هستن. خیلی من ناراحتم اوستا.
من خیلی ناراحتم. امیدوارم همه بنز سوار بشن واسه خود. خب دیگه بچه‌های عزیز بیایم بریم مصطفی نصیحت برداشته، میخواد تهران رو جای بهتری کنه، ایران رو کلا. این طرف یه سوبارو فورستر جان بنز. دوستان عزیز همشنون بنز. من اینو خاموش کنم ببینم. آها اونم خاموش کن. حالا اصلا احتیاج نداره به نور والا. خوب صفانه کن. بله ماشین رها. یه دونه جی ام سی این طرف. خدایا خودت بخیر کن پامون تو ان نره. رو میریم که ویدیو بگیریم. آره منم با دمپایی هم عقب‌تر پام رفت روی انه، وسطش نرم بود، روش خوش شده بود. آره ریده بودن اون وسط. خیلی استبدی بود. این یاریسه دان هیچی نداره. این فکر کنم موتورم توش نداره. نه خالیه وگرنه تویوتا توی. اینو ببین عجب رنگی داره. عجب رنگ، عجب رخی. چی نگو. اوف هیلکته؟ آره آرم هیلکت زده ولی معلوم نیست. هیلکت این ورش کنده. فکر نکنم اصلی باشه. البته این ماشین شخصیه، ماشین رها شده نیست. باباش رها شده از خاکو ببین. داداش فکر نکنم. بابا خاکو ببین. بیا. ربطی نداره. اینا معمولا 4-5 تا ماشین اگه متروکه نبود خاک نمی‌ریش از روش. یه ذره بیشتر ارس بخور. بی‌ادبی نکن ببین. که باتون دستم. آها ببین اونو به جای اینکه اونجا به چسبونه اینا چسبونه. از اون ور کنده آورده پشت زده. و دیگه دوستان عزیز واسه اصل مطلب. چی دیدی؟ اصل مطلبی که قولشو دادم. چی قوله چی دادی؟ از این بنزا. بابا بیاد این چرا داره واسه خودش یه جا دیگر میگیره؟ از این بنز پلیسا. مسخره چرا؟ خب دیگه دوستان عزیز اونور چیزی نیست. این ورم یه فورد فوکس مدل خیلی پایین داریم. ترکیده آفتاب سوخته به چوف رفته. بریم. حالا میخوای وقتی دارم ویدیو میگیرم هنرنماییاتو چیز نکن. بریم اون طرف که ماشینای خفن دیگه. موتور رها شده. موتور چیه این؟ نمیدونم هرچی باشه دیزله مال تویوتا. اوه پوست هندونه است لاش. صفا باشه. بیاریم خوشگیه. بیاریم از تو آسفالت بریم تو رو قرآن. باز دوباره پام نره تو منه. رفقا همراهمون باشید ما بریم. نه هیلکت اصلی. همراهمون باشید ما بریم اون طرف. یه چند تا ماشین خفن دیگه هم هست ظاهرا که خیلی خفنه. اوستانشون کرده قراره بریم با سنگ بزنیمشون. خب بذار اول از همه دوستان عزیز، من باورم نمیشه هنوز با رضا اومدیم ماشین رو دم در اینجا پارک کردیم. بعد گفت نمیتونی اینجا پارک کنی. گفتیم بابا اومدیم ویدیو یوتیوب بگیریم. بعد گفتش خب بیاین داخل هم ما ویدیو بگیریم. ما موتور رها شده داریم اصلا. بعد من موندم در اینجا رو باز کرد دیگه. باقیشو من نشونتون میدم. موتورا رو نگاه کنیم. این که سرطان بزرگ یاماها آروان. اون طرف اگه اشتباه نکنم اون KTM. این ای وای من این مدل موتور رو واقعا دوستش دارم. بذارید من نشونتون بدم. این هوندا بذار این مدل هوندا واقعا موتور دوست داشتنیه، ولی متاسفانه بزرگترین مشکلی که داره مشکل قطع است. فوق‌العاده موتور خوش رکاب، فوق‌العاده موتور نرم. اصلا هیچ حرفی راجع به هوندا نداره که من بخوام بزنم یا توضیح بدم یا تبلیغی چیزی بکنم. کسایی که هوندا داشتن خودشون میدونن چه موتور خفنیه، ولی خب متاسفانه مشکل قطعه داره و اینجا الان مونده. حالا نمیدونم دقیقاً دلیل اینکه اینجا مونده چیه، ولی این موتوراییه که نتونسته که جمعشون بکنه. این KTM که کلاً اصلا به درد هیچی نمیخوره. موتورش باز شده همینطوری مونده. یاماها آروان مدل قدیم که دوستان همه میدونن نقص شاتون داره و مثل قطعات کربن هم داره اینجا. اون طرف هم یه دونه هوندا CR اگر اشتباه نکنم مدل
2011 اگر اشتباه نکنم چش خرگوشی از اون مدل اگزوز زیرزینیا بود. مطمئن نیستم، حالا اگر مدلش رو میدونید لطفاً برام بنویسید، اگر من جایی اشتباه میگم بزرگی خودتون ببخشید. این یکی موتورم که مشخص تصادفیه و فرمون رفته داخل انجین، به چخ عظما رفته. و یه 2-3 تا موتور دیگه، یه سری قطعه خورده این عکس العقب موتور اگه اشتباه نکنم، و یه سری موتور دیگه هم هستش اون طرف. بریم نشونتون بدم. این طرف یه دونه یاماها بنشی 2 زمانه داریم که البته این موتور درگ خود صاحب مغازه است که به وسیله این موتور، این لاستیک عقبش اگر دقت کرده باشین برای رنده کردن شنه، قشنگ اینطوری میفته توی شن و هولی میده میره جلو. خیلی صدای قشنگی داره. این تمام قطعاتش هم اینجا رنگ کردن و منتظره که بخواد وصل بشه. اون طرف یه دونه BMW GS اگر اشتباه نکنم که فوق العاده موتور نرمیه و کلاس ادونچر هستش. بعد این طرف یه دونه یاماها، هوندا، 3 تا سوزوکی هایابوسا. من خودم این مدل موتور رو خیلی دوست دارم به خاطر اینکه هم استریت هم سنگینه، خیلی موتور تو دستیه. خودش هم البته شیطونیای ریزی اینجا میکنه که این بالا پایین میشه. و این موتور رو مشخصه که تماما کاستومایز شده است و بزنین از عقبشون هم بگیرم براتون ببینید. به به، اگر اشتباه نکنم این مدل از همشون مدل پایین تره که اگزوز 2 طرفه داره. باز اگر اینا میدونید لطفاً برام بنویسید. به ترتیب مدل که خاکستری، زرد و این رنگش خیلی سخته، سبز ارتشی اگر اشتباه نکنم که مدل‌های دقیقشون چجوریه. صفحه کیلومترش هم می‌بینم براتون، جای اینستا 360 هم داره قشنگ. و به به بچه‌ها صفحه کیلومتر رو بگیر. تاپ اسپیدش زده 280 تا، ولی خب دوستانی که این موتور دارن میدونن که 280 تا رو مثل آب خوردن پر میکنه و رقمی نیست اصلا. بابا صحبت نکن کار دارم. چه جامایی گرفته؟ آره آهان اون موتور چهارچرخی که نشونتون دادم به وسیله اون این جام ها رو گرفتن و یه جوری صاحب چی میگن؟ صاحب سبک نمیشه گفت، صاحب مقام نمیدونم دیگه، مقامدار هستن توی درگ داخلشن. بریم این طرف هم نشون بدیم. یالا به به، من این مدل هوندای 600 سی سی رو واقعا دوستش دارم. بهترین چیزیش میدونی چیه؟ خیلی خوبه. چی؟ باتریش زیره، کسی نمیتونه بدوزه. من به فکر چی هم تو به فکر چی؟ No, he just calling me for take a video. Okay? البته ما رو بزنه آفریقایی. این موتور کلا در حال حاضر باز دل و رودش و داره درست میشه. چه ابزارهایی داره اوستا، یاد بگیر. بیا نگاه کن، یه ذره یاد بگیر. باید تو سرت کنم با ما ابزاره. ولی تو ببین چند تا مقام داره، بعد بیا با من. به این چرا روش نوشته ماکسیما؟ ایتالیکا نیسانه؟ نیسان ماکسیما قسمت فارتیه. تهرامو به اینا میگفتیم دل و ترکیلی کنی صحبت ها. اینجا نمیدونم داستانش چجوری. این طرف یه دونه هوندای دیگه، یه دونه بی ام وی دیگه. ای وای فورد سوارش کرد. چقدر موتور داره اونور. یه دونه خورده بی ام وی دیگه هم اونور. اون کجا بود اصلا که داره الان میبرتش؟ این پشت بود. نیده بودمش. به به، دارن سوار میکنن اون موتور رو. بذارید نشونتون بدم. میشه زوم کنی؟ ظاهرا نمیشه که زوم کنی. و بله برو بریم.
دوستان عزیز، همراهان گرامی، ممنون که تا اینجا همراه ما بودید و خب تهش دیگه دارم میگه خدافظی میکنم دیگه. چون نمیذاری من کارمو بکنم، این پری وسط صحبت من. ممنون که تا اینجا همراهمون بودید. اگر که هنده رو اینقدر صحبت کردم، بنده رو هنوز داخل خانواده یوتیوب ندارید، خوشحال میشم که دکمه سابسکرایب رو بزنید و البته لایک هم برام بذارید. دوستتون دارم. زیاد شایان رو نبرید از یاد. گفتم خودم بلدم صحبت کنم، تو لازم نیست واسه من حرف بزنید.